الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 33 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشند. در حلقه های گذشته به شما شرط اول علم و تمام مسائلی که تعلق به علم دارد و ضد علم کفر الجهل و تمام مسائلی که به کفر الجهل دارد تعلق دارد و بعد از این شرط دوم الیقین و تمام مسائلی که تعلق به یقین دارد و بعد از این ضد یقین که این شک بود کفر و شک با تمام مسائلش و دلیلهایش به شما شرح و توضیح و بیان کرده شد. اما در این حلقه باذن الله سبحانه و تعالی ما به شرح و توضیح شرط سومی لا اله الا الله خواهیم گذشت. شرط صحت کلمه لا اله الا الله این چنین صدق است که این شرط سوم است. و شیخ سلیمان ابن حمدان در ابیات های زیبای صدق را بیان می کنند و می گویند و ثالثها الصدق المنافی لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضى فهو مهتدي وطابق فيها قلبه ولسانه وطابق فيها قلبه للسانه وعن واجبات الدين لم يتبلد رحمه الله رحمة واسعة. در این ابیات های کوتاه میگویند که و سومین شرط صحت لا اله الا الله این صدق است که نابود کننده ضدش کذب و دروغ باشد، که دروغ این برنده به سوی تمام مفسدی هاست و فسادی هاست. یعنی همین دروغ است که انسان را به سوی تمام بدی های و مفسده ها میبرد. پس صدق این چیزی است که میگویند انسان معنای لا اله الا الله را بشناسد و معنایش را قبول بکند و به همین دانستنش و قبول کرده اش عمل به مقتضای همین لا اله الا الله بکند. پس این مهتدی هست. کسی که معنای لا اله الا الله را میداند، قبول میکند، عمل به طلبات های لا اله الا الله میگن فهو مهتدی، این هدایت شده است. پس معنای لا اله الا الله را در قلبش و لسانش تطبیق بکند و واجبات دین را به جا بیارد. پس همین انسان کسی است که صادق باشد. یعنی همین انسان کسی است که صادق است. ببینید چقدر ابیات کوتاه و معنای تمامی صدق را ذکر نموده است. و سومینش این صدق است که نابود کننده ضدش از دروغی که انسان را به سوی فساد میبرد بفهمد معنایش را و به قبول بکند و عمل بکند به مقتضای لا اله الا الله. پس این مهتدی هست. و صدق را در قلبش و زبانش تطبیق بکند و با واجبات دین عمل نماید. پس این صادق است. کسی که صادق است و صدیق است. بارک الله فیکم. پس صدق چی معنی دارد؟ ما همیشه میگوییم که هر یک لغتی که
در شریعت اسلام استفاده شده است، ما باید معنای لغوی و معنای شرعی را نگریم. در لغت معنای این کلمه ها همیشه عام آمده است، اما در شریعت این کلمه ها معنای خاص خود را دارد و شریعت مراد و مقصد از این کلمه مراد مقصد خاصی را دارد. صدق در لغت تعریفش و معنایش این مطابقة الكلام للواقع و اتفاق الظاهر مع الباطن. مطابق شدن کلام انسان به واقعیت، یعنی یک انسان سخن میگوید، همین سخنی کرده ایستاده اش، گفته ایستاده اش مطابق حالش هست. یک انسانی که فقیر باشد همیشه از بایگری خودش من بایم نقل بکند، از پول مال خودش نقل کند، ما میفهمیم که این صادق نیست، این دروغ است. چرا که حالش فقیر است، خانه ندارد، چیز خوردنی ندارد و خود را همچون یک بای نقل میکند. سخنش مطابق واقعیت نیست. اما صدق همون چیزی است که سخن مطابق حالش باشد، یک انسان حالت واقعی خود را نقل بکند. و اتفاق ظاهر مع الباطن، و این چنین صدق همون چیزی است که ظاهر انسان و باطن انسان به همدیگر اتفاق بکند، موافق آید. پس اگر انسان درونش به بیرونش و بیرونش به درونش موافق نآید، این صادق نیست. بارک الله فیکم. پس صدق این چیست؟ صدق ضد کذب است. صدق این راستی، ضد دروغی. برای همین علما میگن هر یک کلمه که در زبان عربی فهمیده میخواهید، معنای این کلمه رو هم فهمید و ضد این کلمه رو فهمید. مثلا با یک کسی فهمانیدنیش دید که روز، اما وقتی که روز رو نفهمید، نهار روز رو فهمیدن نتوانست، شما به میفهمید که روز و ضد روز شب، تاریکی. روز نور و روشنی، ضد شب. و از این انسان میفهمد که بله، شب رو که فهمید روز رو میفهمد. اگر خود کلمه رو نفهمد به ضد کلمه میفهمد. صدق این راستی. اگر صدق رو خواهید که باز خوبتر فهمید، بدونید که ضد صدق این دروغین. و صدق فرق ندارد که در گذشته، اصل صدق البته در سخن است. اصل صدق در سخن است اصلش، اما فروعها در عمل هم دارد. لیکن اصل صدق در کجا استفاده برده می شود؟ در قول، در سخن. در سخن گذشته یا آینده فرق ندارد. و اصل صدق این متعلق به خبر است. یعنی صدق عادتا به کجا تعلق دارد؟ به خبر. یعنی تصدیق کردن و راست شماریدن خبر. و در بعضی حالتها در غیر خبر هم استفاده برده می شد. و صدق این کلمه متعدی هست. البته در زبان عربی، گراماتیک زبان عربی، ما علم النحو و علم صرف داریم. در علم صرف کلمه های هست که جامد و متعدی. کلمه های هست که خودش فاعل دارد و کلمه های هست که خودش فاعل ندارد. کلمه های هست که به فاعل آمدنش ناممکن است، باید فاعل کننده کار در حقیقت جداگانه حتما ذکر بشد، و کلمه های هست که به فاعل نیازی ندارد. پس بارک الله فیکم. کلمه هایی که به فاعل نیاز ندارد و خودش فاعل را در بر میگیرد، این را متعدی میگند. چگونه که الله سبحانه و تعالی ذکر میکند: صدقت الرؤیا، ای ابراهیم خوبی که تو دیدی راست است. یعنی در خواب دیدنت راستی. ببینید، یعنی در اینجا کلمه صدق به تصدیق خبر رفته است. یعنی به خواب بینی درست کردی. خبری که به واسطه خوابت به تو آمد، وحیی که به واسطه خوابت به تو آمد، این درست است. لقد صدق الله رسوله الرؤیا فلو صدق الله. یعنی همه اینها تصدیق به خبر است. پس صدق دلالت به قوت یک چیز میکند. صدق دلالت بر قوت چیزی میکند. چخیلی که ابن فارس در معجم ذکر میکند. ابن فارس یکی از علمای بزرگ مشهور اهل سنت و الجماعت در مسئله لغت.
کسی که خواهد که یک لغت را بفهمد، چندین کتاب‌های معروف عربی است، به مانند معجم، به مانند لسان العرب، به مانند بحر المحیط للفیروزآبادی. اینها علمای اهل سنت و الجماعت که کلمه های عربی را معنیداد لغوی درست کردند. ابن فارس در کتاب معجم میگن که فالکذب لا قوة فیه بل هو باطل. دروغ هیچ قوت ندارد. دروغ این چیزی است که در وی قوت وجود ندارد، بلکه دروغ این باطل است. اما صدق این چیزی است که در این قوت است و این باطل نیست، بلکه حق است. و این چنین از همین کلمه صدق صداق گرفته شده است. صداق این مهر است، مهری که مرد به زن پیش از نکاح میتید یا که موافقه میکند بعد از نکاح میتید. معروف است مهری هر یک مرد مؤمنی که زن میگیرد، هر یک مرد مسلمانی که زنی مسلمان را میگیرد مهر است. چرا صداق را مهر گذاشتند؟ برای اینکه میگن علما لقوته فی استباحه النکاح. صداق را برای همین مهر را برای همین صداق گذاشتن که یک قوت سخت دارد که نکاح را برای شما حلال میکند. یعنی یکی از شرط های نکاح است، صداق گذاشته شده است. یعنی این هم دلالت میکند که کلمه صدق معنای بینات قوی دارد و صدق چی است؟ قوی هست، با قوت است. و صدقه لقوتها فی الحق. صدقه، چرا صدقه رو صدقه گذاشتن؟ نفقه که ما میدهیم چرا صدقه نامه شد؟ برای اون که میگن لقوتها فی الحق، از سبب قوتش زیاد بودن در حق. و صدیق هو من یصدق فعله و قوله. صدیق کیست؟ ما میگیم ابوبکر صدیق. اینم از کلمه صدق گرفته شده است. اصلش صدق است، لیکن صدیق مبالغه هست. یعنی کسی که فعلش، عملش و کردهایش و سخنش و قولش راست است، به هم دیگر موافق است و راست است، همیشه راست است. و علما میگن صدیق این کسی که هو دائم الصدق و التصدیق. این چنین صدیق این کسی است که همیشه در صدق است. صدیق کسی است که همیشه در صدق و راستی است و همیشه حق را تصدیق میکند. الله اکبر، الله اکبر. و البته این لقبی بزرگی ابوبکر صدیق رضی الله عنه را به ما میفهماند. ابوبکر صدیق کیست؟ ابوبکر صدیق کسی است که فعلش و عملش و سخنش همیشه راست بود و همیشه در صدق و راستی بود و همیشه تصدیقی حق میکرد. ببینید معنای صدیق چگونه بزرگ است و از صدق گرفته شده است. شیخ علامة الحافظ ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب مدارج السالکین، یکی از بزرگترین کتاب خود، میگویند الصدق حصول الشيء وتمامه وكمال قوته. الصدق حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع اجزائه. صدق این حاصل شدن یک چیزه و به پررگی رسیدن و به کمالت و به قوه و به یک درجه قوه بزرگی و اجتماع تمام جزهایش. این را صدق گفته میشد. ببینید صدق حاصل شدن یک چیزی بوده است، به پررگی رسیدنش، به کمال رسیدنش، به قوت رسیدنش و جمع شدن تمام جزئیاتش. این صدق بوده است. خیلی که میگن کما یقال عزیمت صادقه، عزیمت صادقه اذ كانت قویه و تامه، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. ببینید مثال زیبا میرند. به مانند این که بگیم عزیمه صادقه، عزیمت صادقه چی گفتن سخن معنی دارد؟ معناش این است که میگن عزیمه قوی، تام، پره. و این چنین به مانند این که محبت صادقه بگیم، یعنی محبت، دوستداری حقیقتا راستین صادق دارد. محبت صادقه معناش این است که اراده و خواست صادق، قوی، تامه و پره، حقیقیه که هیچ کمی و کاستی ندارد. بارک الله فیکم. و این چنین شما میتونید بگید که توحید الصادق، یعنی توحیده الصادق، توحیدش صادق است. معناش این است که توحید یک انسان قوی هست، پره هست، کامل هست،
هیچ کمبودی ندارد. بارک الله فیکم. پس کلمه صدق این چنین معنی دارد و این معنیش معنی همه ذکر کردهمون معنی لغوی هست. بارک الله فیکم. اما کلمه صدق شرعاً چی معنی دارد و مراد از صدق در شریعت چیست؟ چرا شریعت صدق را شرط سومی لا اله الا الله گذاشت؟ یعنی مراد و مقصد شریعت از صدق چیست؟ ببینید علما بینویت کوتاه مختصر و زیبا جواب میتند: ای یکون صادقا فی قول لا اله الا الله و اعتقاد مدلولها. سبحان الله. معنای صدق شرعا این است که انسان در گفته لا اله الا الله خود، در نطق لا اله الا الله، در همین گفته اش صادق باشد و اعتقاد صادق و صحیح و سالم در مدلولات ها، یعنی در معنای لا اله الا الله و اون چیزی که لا اله الا الله از انسان طلبات می نماید، مقتضا دارد، به همین این چیز صادق باشد. انمین معنای صدق است. پس برادرم و خواهری موحدم، بارک الله فیکم، معنای صدق لغتاً چلی که بیان کردیم این یک چیزی یعنی قوی هست، مطابق شدن کلام به واقعیت هست، اتفاق ظاهر باطن است، ضدش دروغ است. اما در شریعت معنایش این است که انسان در گفتن لا اله الا الله و به همین گفتهش که لا اله الا الله را نطق لا اله الا الله کرده اش صادق باشد و اعتقاد درست و صحیح به تمامی مدلولات، یعنی آن چیزی که لا اله الا الله به همون دلالت کرده است، همون را طلب کرده است، به همین صادق باشد. این را صدق گفته می شود. پس از این معنا ما چی میفهمیم؟ از این معنا میفهمیم که هر کسی که لا اله الا الله را بگوید اما اعتقاد سالم و صحیح به مدلولات و به مقتضا طلبات لا اله الا الله نداشته باشد، این صادق نیست. و بسیار اهل بدعت، اهل ضلالت، کفار مرتدین صادق نبودنشان به لا اله الا الله را در عملشان، در گفتارشان به من شما نشان میدهند. و در شرح این سخن علما میگن که ای انه یوافق قلبه ما اظهره و قاله بلسانه و یوافق باطنه ظاهره. معنای این سخنه که ما پیشتر گفتیم که انسان به گفته لا اله الا الله که گفته است صادق باشد و اعتقاد صحیح سالم به مقتضای لا اله الا الله باشد. معناش این است که میگن یعنی قلب انسان موافقی ای یوافق قلب ما اظهر، قلب انسان موافق آن چیزی که انسان خودش ظاهر میکند قلبش موافق باشد و قلب انسان موافق آن چیزی که انسان میگوید باشد و باطن انسان با ظاهر انسان موافقت بکند. امروز چقدر انسان های زیادی هستند که زبانشون خوب است، عملشون خوب است، وقتی که مظاهرا میبینیم خوب است، اما باطنش، درونش موافق ظاهرش نیست، باطنش کفر است. چخیلی که منافقین همچنین هستند. برای همین حتی در بین مسلمان ها جاسوسی میکنند. ظاهرا حجاب پوشیده است، ظاهرا ریش گذاشته است، ظاهرا نماز میخواند، اما جاسوس است و ضد قرآن و سنت کار میکند. پس بارک الله فیکم، معنیش این است که هر چیزی که انسان به زبانش میگوید باید قلبش تصدیق بکند و هر چیزی که در قلبش هست به زبانش تصدیق بکند. انسان چنین نباشد که به زبانش بگوید و به قلبش این گفته اش را دروغ بگوید، این گفته اش را دروغ شمارد، یا که این گفته اش را نخواهد، یا که این گفته خودش را دوست ندارد بلکه بد ببیند، قبول نکند، یا که این گفته اش را فقط به خاطر یک مصلحه دنیوی یا که به خاطر نابود کردن ترس گفته باشد. مثلا یک کسی لا اله الا الله محمد رسول الله را میگوید اما به درونش قبول ندارد، دروغ میشمارد، به درونش دروغ میشمارد، یا که
اصلا نمیخواهد همین کلمه رو، یا که معنای این کلمه رو، یا که دلالت های این کلمه رو، یا که اون چیزی که این کلمه میخواهد، شریعت رو، حکم الله رو، یکتا پرستی رو، دلش نمیخواهد، دوست ندارد، بلکه به دلش بد میبیند، قبول ندارد. ظاهرا خوب است اما باطنا قبول ندارد، بد میبیند. فقط به زبانش گفته است برای مصلحه، برای فایده دنیوی، برای منفعت، برای ترس، که انمین حال منافقین است. ببینید منافقین کی هستند؟ منافقین انمون نمود انسانی هستند که لا اله الا الله را میگویند، ظاهرا عمل میکنند، وقتی که میبینید مسلمان میپندارید، اما باطن اونها کفر است، چرا که در درونشان به قلبشان این گفتهشان را رد میکنند، دروغ میشمارند، نمیخواهند، دوست ندارند، بد میبینند، قبول ندارند و لا اله الا الله برای فایده دنیوی خود ذکر کردند. و این حال منافقین، حال کاذبین در شهادتشون به توحید می باشد. شهادت منافقین و کاذبین انمین طور است، به زبانشون شهادت به توحید می دهند، به قلبشون بد می بینند. منافقین کلمه توحید را، کاذبین و دروغین کلمه توحید را به زبانشون می گویند و به قلبشون و به قلبهایشون به همین گفتهشون کفر می ورزند و همین گفتهشون را رد می کنند و دروغ می شمارند. بارک الله فیکم. و این چنین به ظاهرشون، ببینید به ظاهرشون یگون به جسمشون یگون شکننده، یگون نواقض نشان نمیدهند. یگون شکننده از شکننده های اسلام را ظاهرا از این منافقین نمیبینید، ظاهرا نمیبینید. به دلالت های لا اله الا الله، به مقتضای لا اله الا الله یگون شکننده را انجام نمیدهند. پس اما باطناً به کفر می روند. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. پس این بود معنای صدق شرعاً. این بود معنای صدق شرعاً و مراد و مقصد شریعت از کلمه صدق. صدق به نهایت مرتبه و منزله و درجه بزرگی دارد و صدق اینچنین در بین یقین و اخلاص به نهایت منزله بزرگی دارد. یقین، اخلاص، صدق، این سه چیزهایی که به همدیگر هیچ به وجود نمی آید. صدق منزله بزرگ در دین دارد و به نهایت اهمیتی خاص و بزرگ خود را دارد، زیرا که دین به صدق قبول نمی گردد. دین انسان، دین مسلمان، دین اسلام به صدق قبول نخواهد شد و صدق این علامت جدا کننده بین مسلم و منافق است و با همین صدق و با همراهی صدق یقین و اخلاص انسان به بالاترین درجه های جنت خواهد رفت. و چقدر زیاد الله رب العزت و الجلال صادقین را، موقنین و مخلصین را، ببینید صادقین، موقنین این یقین، کسانی که صفت یقین دارن گفتیم موقنین، و مخلصین انشاءالله اخلاص که بعد از این می آید، اینها را چگونه ثنا و ستایش کرده است. و این سه مقام، مقام صدق، مقام موقن یقین و مقام مخلص، یا که مقام یقین، مقام صدق و مقام اخلاص، به نهایت بین همدیگر ارتباط و تعلق و علاقه شدید و سخت دارد. و هر کسی که وحیین را، قرآن و سنت را تأمل می کند، می اندیشد بین این سه مرتبه، صدق و یقین و اخلاص، نزدیکی و تقارب را در حقیقت می فهمد و حس می کند. و یگان نفر از اهل توحید، یگان نفر از اهل کلمت التوحید
به آتش دوزخ نمی دراید مگرم به سبب کم بودن صدقش. ببینید سبحان الله، یعنی اهل توحید، اهل کلمت التوحید هم به سبب کم بودن صدقش داخل دوزخ شدنش ممکن است. علما میگند یگان نفر از اهل کلمه توحید به دوزخ نمی دارد مگرم بجز کسانی که اهل توحیدند اما صدقشون کم است، در مسئله صدق مشکلی دارند، اینها به اهل دوزخ یک بار جای میکنند، یک بار به دوزخ میدارند تا اینکه گناهشون نابود میشد و البته عاقبتشون جنت است. برای همین کلمت التوحید را حتی کلمت الصدق هم میگویند. ببینید چقدر صدق علاقه بزرگی به دین دارد که کلمه توحید را کلمت الصدق هم میگویند. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده دلیل های را برای اشتراط صدق به لا اله الا الله از قرآن و از سنت و از اقوال علما به شما